ارادت دوستان عزیز، علی بیرامند هستم. یک آپدیت فوری از توتال 3 و توتال داشته باشیم. قبل از اینکه بخوایم در مورد تحلیل صحبت کنیم ازتون میخوام که کانال رو سابسکرایب کنید، تحلیل ها رو لایک کنید تا انتها ببینید و برای دوستاتون ارسال کنید. اگر هم نظری دارید زیر همین پست کامنت کنید، حتما پاسخ داده خواهد شد. خب ببینید، در مورد توتال 3 من بارها گفتم که بچه‌ها گول شکست ترند رو نخورید. بازار به این شکل نیست، به این راحتی ها نیست که شما بگید خب این ترند شکست، برگشت پول بک هم زد، این برگشت رو که ببینی بگی دیگه میخواد پرواز کنه. خب نه، بازار تا زمانی که امواج خودش رو تکمیل نکنه هیچ گونه حرکت قوی انجام نمیده و اگر ترندی هم شکسته بشه اون ترند میتونه فیک بشه و به سمت پایین برگرده. کما اینکه حالا ما بارها در مورد فیک ها صحبت کردیم، چه روی بیت کوین و چه روی ارزهای دیگه. خب ببینید، برای توتال 3 ما یک روند اصلاحی داشتیم، موج A، موج B، C، D و الان هم به نظر من موج E شروع شده و تریگر اصلیش رو هم با شکست این ترند، یعنی شکستن این الگو، میتونه به ما بده. و فعلا موضوعی که شاید بیشتر مورد بحث باشه این باشه که آقا این ریز موج‌های موج دی میتونه هم خب مثلث باشه، یعنی که بخواد بگه موج سی، موج دی و موج ای، یعنی برگشتایی که به اینجا رخ میده موج ای باشه. و یک حالت بدبینانه ترش هم که وجود داره اینه که ما موج ایمون، یعنی هم برای اینجا این توضیحی که دارم میدم هم برای اینجا، میتونه کوتاه هم بشه، هم میتونه کوتاه بشه یعنی سقفی بالاتر از سقف قبل نزنه، هم میتونه سقفی بالاتر از سقف قبل هم حتی بزنه، یعنی به این شکل میتونه ادامه دار باشه، مثلا بخواد بره بالا بعد بخواد بریزه، یا اینکه نه یک پولبکی به اینجا بزنه و همین سقفی که فیکوتش کرده بیاد یک پولبک بزنه. حالا یا قیمتی یا زمانی، اینکه جنس نوع پولبک میخواد چی باشه چون قدرتی فعلا نداشته نمیدونیم. شاید بخواد اینجاها مثلا رنج بزنه، اینجاها بخواد رنج بزنه، یا اینکه نه بخواد قیمتی هم حرکت کنه. اما چیزی که مشخصه به نظر من این کف رو بازار داره و باید احتیاط کنید، مراقب باشید. با شکست این ترند هم به ما تریگرش رو میده. و حالا تحلیل دیگه هم که میشه داشت اینه که بگیم نه آقا اینجا به صورت یک ABC به سمت بالا رفته، موجدی تمام شده، ما دیگه سقفی نداریم، یعنی همون حالت کوتاه شوندگی در موج ای رو بخوایم بگیم و بگیم دیگه سقفی بالاتر از این نداریم. حتی اگر اینجا قرار باشه موج ای لیبل بخوره که من ترجیح میدم اینجاها رو ریز موج بی بخوایم لیبل بزنیم، یک پولبک و تو گام بعدیش مثلا بیا ترند رو بشکنه، پولبک بزنه و بعد حداقل بخواد به سمت این اهداف حرکت بکنه. این بررسی توتال 3 بود. پس این رو بدونید که این شکست ها زیاد واقعی نیستن و متاسفانه شاید خیلی ها اینجاها اومدن پوزیشن لانگ دادن با این دیدگاه که این ترند شکسته شده و این برگشت پولبکه و میخواد بره بالا. پس زیاد درگیر این داستان نشید، زیاد درگیر این ترید های این مدلی که این ترند شکسته شده نشید. تحلیل بعدی که داریم تحلیل توتال هست. توتال رو هم اینجاها با هم آپدیت کردیم. دقیقاً نگاه کنید اینجاها رنج به سمت بالا حرکت کرد و بعدش ریخت و به نظر من این باکس تاچ میشه و یک کفی پایینتر از کف اصلیمون زده میشه و بعد بازار دیگه اون موقع میتونه گام صعودی اصلی خودش رو شروع کنه. این الگویی هم که ساخته شده تقریبا مثل همون توتال 3 هست، هیچ گونه تفاوتی وجود نداره. فقط تفاوتی که وجود داره، من لیبل ها رو مدلی انجام دادم که اینجا موج اصلی تموم شده، اینجا یک ایکس موجه و گام حرکتی بعدیش رو میتونیم در یک اصلاح ترکیبی برای موج وای در نظر بگیریم. اما توی توتال 3 ما انتظار داشتیم که بخواد ای از مثلث تکمیل بشه که باید حالا صبر کنیم ببینیم چه اتفاقی میفته. خود توتال با ترند اصلی هم فاصله داره، برخلاف توتال 3، یعنی برگشتایی که به این نواحی رخ میده میتونه نهایتا، حالا این نواحی دیگه نهایتا به این نواحی رخ میده میتونه پول بک باشه و حداقل به سمت کف ترند بیاد و با شکستش هم میگم بهتون تریگر میده برای زدن کف جدید. امیدوارم که این تحلیل براتون مفید باشه. دوستان اگر تحلیل درخواستی دارین زیر همین پست میتونید کامنت کنید، اگر نظری دارید کامنت بذارید. این ویدیوها رو هم حتما لایک کنید، به ما انرژی میدید با این کارتون و
کانال رو هم حتما سابسکرایب کنید. خیلی مخلصیم. یا علی مدد. خدا نگهدار.